صد بوسه زنم خاک قدم های پدر را، بر دیده کنم منزل مأوای پدر را. السلام علیکم بیننده عزیزی ما، السلام علیکم افرانی که همراهی ما در روز خورسندی مردم هستند. امروز ما آمده ایم پی بردید که برای تبریک کردن پدر عزیز خاندان کی باشد برایش ما سورپرایز کنیم. البته با ما باشید، همجوری در آمده تبریک میکنیم. آن یک جهان لحظه ها را پیش شما میکنیم، برای شما امروز سورپرایز میکنیم. رفتیم. السلام علیکم. خوش آمدید استودیوی شهرناز. رحمت. چه وقت باشه؟ همینجا تغری اومدیم. تغری اومدیم. رفتیم موزیک منزل خانه عباس بابا بی. السلام علیکم مادران عزیز، السلام علیکم. حضور بخواهیم ناراحت کرده باشیم. امروز فهمیدیم که در این خاندان یک روز خرسندی بوده است. اجازت به حضور شنیدان ما امروز عباس عمک را همراهی ماندن مهربانی خاندان، البته خرسندای خاله را تبریک کنی آمدیم در روز خرسندیشان. همینجا باشد اگر البته ایتا کرسک میزنیم تکلیف میکنیم. مرحمت عباس عمک، شما را تکلیف میکنیم به نزد مهمانان. مرحمت. السلام علیکم. عباس عمک زاد روز مبارک باشد. خیلی خاله جون ما همینجا میخداشون. خوش. عباس عمک ما که در هر یک روز خرسندی مهمان شویم اگر در خاندان خطا نکنیم، در خاندان خدایشان سلیم بابا مهمان شدیم، در چشمشان یک هوس و آرزوی نیک را دیدیم و امروز دخترکان نازنین که با یک مهنت حلالشان به پای رساندند، دامادها که با یک دامادهای مهربان هستند، ابرمرد هستند، آنها خواستند که پدر عزیز را در این روز خرسندی تبریک کنند. امروز شما را عباس عمک از نام فرزندان عزیز، از نام دامادها، از نام خانواده فرخکر، از نام خانواده اسلام و البته ساهرایتی معظمه های نبیره های شیرین، پیش از همه از نام خرسندای خاله شما تبریک میکنیم. امروز که روزی خرسندی است، روزی خوشبختی است. امروز چند ساله شدیم؟ راستش میگیم بخاطر نه 17 یا 27 خانه جانا باشی، حالی 18 ساله، حالی نوجوان، الان خیلی جوانیتون با الان خیلی خوشبختی و خرسندیتون با چشم نرسد. امروز فرزندان عزیز دخترکان نازنین گفتن که برای ما کتاب پند و اندرس ها، پدر مهربان ما برای ما شاخصتان طلایی هستند. خداوند عزیز عمرشان را دراز کنند، همراهی مادرم دولتی پیری را بینند. برای ما از همه انسانی نیک و نزدیکترین ما، با قلب ما نزدیکترین پدر مادری ما هستند و هر یکی ما معلوم است که برای پدر مادر از همه مهربانتر فرزند این دختر می شده است. امروز از نام دخترکان نازنینتان برای شما تمام آرزوهای نیک را آرزو میکنیم. عمری درازی سعدیانه را، کیفیت خوشچکچکی خیامانه را تمنا میکنیم. بگذار 120 ساله شوید، همراهی خاله جان عزیزم حیات خوشبختانه را به سر برید، دولت پیری را هم جویا ببینید و در سر فرزند و نبیره ها دعاگوی باشید. امروز از نام فرزندان، از نام همین جگربندان عزیز برای شما یک قطار سخن و ترانه ها را آوردیم، میخواهیم برای شما خوانیم. ای پدر، ای قبلگاه هم گنج من یک تا تویی، قوتی جان و دل و هم چشم و بینایم تویی، جز دعایت ثروت را من نخواهم در جهان، دولتت باشد دعایت چون که دنیایم تویی، کاری نیک و نامی نیکت از برایم دولت است، پیری من تدبیری من مولا و مولانم تویی. البته عباس عمک خرسندای خاله ما تا آمدن هم خیلی یک انعنما هست که همراهی فرزندان هم صحبت میشویم. از آنها امروز نپرسیدیم، ما میدانیم این آیله را
هر دوی آنها انسان‌های زحمتکش و مهنت دوست، انسان‌های خاکسار و صمیمی. خالجان عزیز مانند مادر ما صبح سحر ساعت 3-4 سحر برای فرزندان را با مهنت حلال با لقمه حلال به وای رساندن بازار می‌روند. این پدرجان عزیز باشد همیشه از پس مهنت حلال شدن و علمی فرزندان عزیز را به وای رساندن. فرزندان گفتند که رحمت شبها همین زمستان‌های خنک برای ما کار می‌کردند، رحمت برایشان. ما تا دم پیری تا هستی حیاتشان چقدر خدمت کنیم کم است. خدا خواهد اگر به جای تاج طلا تاج سر کرده هر دویشان را به زیارت مکه طلا میبریم. امروز روزی خرسندی است. پس از روزهای نزدیک در ماه اولین فصل بهار مادر مهربانم نیز جشن زادروز دارند. آنها را نیز در این روز تبریک گویید که پیغمبر هم گفته بودند 3 بار مادر بعد پدر گفته. البته برای مادرمان رسانید که زندگی را دوست دارم از برای مادرم، از برای آن که مادرم هست بالای سرم. ای خدای مهربان تو نگه دار مادرم، من ببینم درد و غم لیکن نبیند مادرم. امروز دخترکان نازنین گفتند که هیچ وقت درد و غم را نبینند. امروز خرسانای خاله همون شعری که ویروز من خوندم همون خوانم مایلش می ابوسمک با نمی راستش میگه آشی خانشه ادمی لایق است کو همون خوانم مایلش می. امروز ابوسمک خرسانای خاله گفتند که رحمت دوی عمل جانت بکی من همین حیات با بار دیگر دوم مراتبه به دنیا بیایم به یگان اندیشه همین عمل جانت را انتخاب میکنم برای که خیلی دخترکان نازنین دارم، برای که عائله تنج و فراوان داریم، رحمت برای بودنشان. البته رسانید که اگر یابم جوانی ای دوباره تو را تنها تو را میخواهم و بس، به هر قیمت به هر قسمت که باشد تو را هرگز نخواهم داد بر کس. یک میزنیم برای خالجان عزیزمان مبارک باشد. خرسانای خاله یک تا شرکت تبریک کنیم پیش از همه مهمانان مرحمت. وقت نیست امروز درجه شدن. السلام علیکم. السلام علیکم. من همینجا شما شماده برای خونه ما بر من این زادروزی بابا جانشون تبریک میکنیم و اینها عمری در روز میتیم ریسک فراز میتیم. هر وقت میخواهم که فقط اکو خورسندی شوید همه اکو بیام کشه پیر شویم اکو رحمت سلامت باشند. امروز روزی خرسندی است. البته نیت‌های نکو کردن ارزنده است. در روز خرسندی در روز خوشبختی یک دسته گل زیبا برای مادر ما که مادر ما خودشان مانند گل‌های بهاری زیبا هستند و خواستیم که همین دسته گل لاله را برای مادر آماده کنیم. درسک می‌زنیم زادروزشان مبارک باشد. البته در اینجا میبینیم که عکس‌های زیباست در دست نبرده کلانی در پیششان با آماده میکشویم کنیم راستمی چپا نمایون میشود میمونیم پیششان ما میکشویم یکم باره مخلصه ما میدونن که فقط عکس‌های ما چپا نمایون میشود باشد مبارک باشد. البته ابوسمک خرسانای خاله انمی عکس یک مهمانخانه خشره و پیشکش به خوشحال میکنیم و هر بار انمی رو بینیم اگر در حقی نبیره و فرزندها دعا میگوییم که فقط باشند هیچ وقت کسل نشوند و خسته نباشند. امروز روزی خرسندی است، روزی خوشبختی است. البته که نبیره ها تبریک میکنند. خوش این کس هم زادروزشان بوده است. کنی پهلوان خاندان اینجا بیا کنی نزدیکتر استیم کنی. حاضی تا آمدن مادرشان گفتن که این کس پسری فروخکه البته سهیرایدی گفتن که فقط شوخی میکند و مایدگی ما که اینجا توی ما سر شوخ بابای آنم پیر شوم. من از همه انسانی بای در سرم دوتا بابای دوتا آنه دارم. آنها خدا خواهد پیساشون جمع کردن که من تا صیفی 11 تمام کردن هم تو که تمام کردیم ما باید کلینچه که خشره میبیاریم گفتیم نی همکن گفتیم الان روزی زادروزشان و البته الان خیلی روزهای خرسندی جشن میگیریم از یک تا بابا جانشون رو تبریک کنیم. مرحبا تبریک
میکنه بابا جان صد بدرویه. ای رحمت سلامت باشن. نبیره ها تبریک میکنن می؟ مرحبا. یه فرزاد. السلام علیکم مهمانان خوش آمده. بابا جان تبریک میکنیم صد بدرویه. سری ما به همه وقت صاف سلامت کرده. تبریک میکنیم. رحمت مرحبا. بابا جان صد بدرویه. سری ما به صاف سلامت کرده. تبریک میکنیم. ای رحمت. کنین کسان تبریک میکنن می؟ بابا جان صد بدرویه تبریک میکنیم. رحمت. سخنهای تبریکاتی باشد میشنویم از مهمانان عزیز. البته مرحمت کن. تبریک میکنیم بابا جان صد بدرویه. تبریک میکنیم بابا جان صد بدرویه. سری ما به صاف سلامت کرده. رحمت سلامت باشن. بگذار در حقیقت 100 ساله شوید و هیچ وقت پیر نشوید. همه خیلی جوان و در حقیقت همه ابوسمک را نامشان را با حرفای کلامی انسانی نوشتن ممکن است. انسانی خاکسار هستند. در هر کوچه و پس کوچه بینیم در لب خنده هست و با یک چهره کشاد همراهی ما سلام علیکم میکنن. مرحمت تبریک کنیم. السلام علیکم. مرحبا. السلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمده به این درگاه حکیمان نوری دیده تاجی سر نگی اکامیلویم سر ما به همه وقت ساخت سلامت کردم هیچ وقت غم درد نبینم پیر با دولت شوند ینگالان که خوش پیر شوند. رحمت سلامت باشند. در حقیقت برادری با جان برابر مبارک باشد. داشت بایم تبریک کنید. فقط کامera میگیریم. دو روز بعد اینترنت فقط کامرای ما میشه. تبریک کنیم. مرحبا. السلام علیکم مهمانای عزیز خوش آمده در گروه یکی شیرینی مهربونت کن صد بدرویه جان. این عشق شادی این میکروفونی ما خیلی نبود چند هفته ها باز با این طریقش سرکت است فقط گریان میکند و عشق شادی را نمایان میکند. مبارک باشد. امروز در روز خرسندی ابوسمک چند سال شد که عقد نکاح شد همراه خاله جان؟ چند سال شد توی شدگیش بعد 34-35 ساله 34 سال پیش خرسندای خاله تارت بریده بوده می نمی یا هر سال در روز زادروز میبریم راستش میگیم نبوده. حاضر فقط دیما هر دیما علمی تارت زیبا را برای شمایان تیار کردن نیت کرده میبریم و آن شیرینی را همجایت تناول میکنیم. پیش از همه شمها را خاموش میکنیم. چپا مونده این تو مانه Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. مرحبا ابوسمک خرسندای خاله یک دقیقه شمهای خاموش کنیم و بعد از آن میبریم. حتی شمش رو کنیم کنیم شمشایی رو کنیم کنیم توی هم نزدیک تریستا ای مبارک باشد. مبارک روز خرسندی را مبارک باد میگیم. مبارک باشد. ارمان‌های 35 سالگی شکنه. مبارک باشد. ابوسمک مرحبا اول شما البته
زیر تارت رو یک چیتا میگیریم و همین جواب میرقسیم و بیرون بمیم خوش نباشد زنها را ناراحت نکرده بیرون برآمده شروع کرده برای امروزه صاحب جشن ها برای صاحبی زادرس زیبا کرده میرقسیم و بس امروزه را دوام میدهیم با ما باشید
شده قبول کردن که کمپانی شهنام مؤسس کردن. وقتی امروز می‌خواستیم سخن‌های نکشان را شنویم. مرحبا. مفرد بپس با. اولا السلام علیکم. خوش آمده به این درگاه تواجد مهربان من، به درگاه ینگپاشای من. خوش آمده تقا جان، زاد روز مبارک، الهیم 100 ساله شوه، به درد و به غم شوه، روزایی فقط خوشروی بینه، گیب دو اطرافتون پوری فرزند ابیره پور پیمان شوند، پیری به دولت شوه یک الهیم، ینگملام که خوشه پیر شوه. ینگملای منم یک فرشته این خاندان، یکم بار ما از درد آمده حواقی ینگملام منو دیدیم، جدایم ضعیفی عالی جناب، تاوام دیاشون چیکو مکو فرشته دیاکاشون هم دیم خیلی چهکلاشون همه وقت شدگی بایو با دولت الهی پیری با دولت شوند دیاکاشون دولت در پیری شوند تیایو همه وقت خورسند گردم با فروخ جانم رحمتی کمان با اسلام جانم رحمتی کمان الهی همه وقت حرمت کنن تا جانی منه تو بایم رحمتی کمان تو بدونی چی آدم باید دیلاشون خورسند بگیری رحمت برای استودیوی شهنام تشکرهای زیاد و برزیاد. سلامت باشد. تشکر میگیم. البته اکنون در اون موقع همینجا وقت عکس میگیریم، رسم هم میگیریم برای زرورکانی تاریخ را مهر کردن همینجا باشد. اگر همه یک جا شده ایستیم بعد همون خانه گرباش وارد دوست می‌کنیم. السلام علیکم. پدران عزیز، برای فرزندان شاخستون طلایی من امروز عباس احمد یک ابرمردی که خاکسار هستند تبریک کنی آمدیم. از آمی فرزندان از آمی دامادها تبریک کردیم. خواستیم که نیز در این روز تاریخی عکس‌های شمایان را در زرورقان تاریخ مهر سازیم و البته با نوبتش نیت‌های نیک شمایان را میشنویم. از کلان سالان سر میکنیم. کنی کی آغاز میکنند؟ مرحبا. از آمی خداها شما در اینجا درگاه خدا همه عمر دراز خلاص صد بده سر 20 نیواروش سرش به ساق سلامت گرده همه بابا جان تقویم شده گرده عمر دراز بتایم. رحمت بای رمکی من همین روز زود روزی عباس تبریک میکنیم. یکم سلامتی من همین روزگارش به فیض و برکت همه وقت در خودش من همه خیلی شاد شد. رحمت سلامت باشم. مرحبا. بعد تبریک کنیم. چون امروز روز خورسندی تبریک کردن میارزد. مرحبا. عباس بیا چیز زنه عباس جورا جان تو با یکم ساق سلامتی عمر دراز حضور فرزنده بین همه خیلی در ساخن فیض شود همه وقت دوستا دیان باشه ساق سلامتی. رحمت مرحمت. معلمی استادی ما یک تبریک کنیم. مرحبا. السلام علیکم میمونان عزیز. من امروز سببگوری امروز نشستم عباس اکم روزی تولدشون که تبریک میکنیم. الهیم صحبت ریان سری بالای چکماشون با نهاراشون با ساق سامان باشن لنگملان که خوش پیر شوم. همه وقت من همجا دوستا روزی نقشم دریا ایو سلام با هم خیلی مول شده شدیم بلیم عمری دراز شما و رزق فراز اما تو مماگیاتون برا همه رحمت سلامت باشن. البته حضور میخواهیم وقتی شما گفته باشیم حاضی هم ما یک جهت نمی اپراتور رو ویدیو میکنیم رسم میگیریم بعد با ما جواب. رحمت. عزیزان پای بردید آن سورپریز ما بهر شما امروز در خاندانی یکی از آن ابرمردانی که در حقیقت خاکسار هستند در خاندان عباس احمد مهمان شدیم. یک لحظه خرسندی را در آن زرورقان تاریخ شهنام نویسیم. با ما باشید
برای شما این تشکر میگویم که همیشه با ما هستید. سلامت و صحتمند باشند. برای مهمانداری رحمت عظمتی سلامت باشند. خوش البته رحمت رفتیم. زلفت خم خم زدای قاشات قلم زدای قاشات قلم زدای عاشق خشرو شده روی دلم غم زدای روی دلم غم زدای زلفت خم خم زدای قاشات قلم زدای قاشات قلم زدای عاشق خشرو شده روی دلم غم زدای روی دلم غم زدای قاشات قلم زدای زلفت خم خم زدای قاشات قلم زدای زلفت خم خم زدای Tavan şaban